ببین دوستان وقتی میان تو اگر یک علفی بشناسیم اجازه اگر یک علفی بشناسیم خیلی خوبه. ببین که آیا چه مصرف دارویی داره. این گیاهی که ما می‌بینیم این گیاهی 2 ساله به اسم گل خرگوشان. یعنی برگش مثل گوشه خرگوشه. گوشه خرگوشه. 1 2 اسم دیگه این ماهوار یا ماهرو که بو علی سینا با ناز و کرشمه گل‌های ایفایی چندین شبانه روزبایی میسه که دستگاه موسیقی ماهور می‌نویسه. دستگاه ماهور مال بو علی سینا که با ناز و کرشمه این گیاه چیز شده. یه مصرف گیاهی که این داره برگه‌های گل‌های زردی میکنه که از زنبور عسل عاشقشه. و اون موقع باز گل‌های این میچینی دم میکنی برای چی؟ اعصاب. این برای یکی اسپری برای اعصابت گل اینه که گل زرد. این خودش برای اعصاب، اینم برای پروستات. این برگای اینم این برگای اینم که به اصطلاح به اسم گل خرگوشان هست یا درخچه یا بوته خرگوشان هست خدمت شما کردم. این 2 ساله است. سال اول گل نمیده، سال دوم ساقش حدود 1 متر میاد. مارین اگر رو هم رفته یفته میشه و برگای اینم به اصطلاح دمروشش برای فرستاد. بزن به افتخار استاد. حرکت میکنی.